سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این ویدیو قصد دارم در مورد عواملی که باعث افزایش صمیمیت بین زوجین میشن صحبت کنم. بدون شک یکی از عواملی که باعث افزایش صمیمیت بین زوجین میشه محبت هستش. ما زمانی که فردی مهربونه باش احساس صمیمیت بیشتری داریم. ما نمیتونیم با فردی که سرد، سنگدل، بی احساس صمیمیت داشته باشیم. پس اولین عاملی که باعث افزایش صمیمیت بین زوجین میشه محبت هست. دومین عاملی که باعث افزایش صمیمیت بین زوجین میشه احترام هست. ببینید دوستان، شما دو نفری رو در نظر بگیرید که مهربونند، اما به صورت مکرر به همدیگه توهین میکنن، حالا با علت یا بی علت. خب این توهین های مکرر باعث میشه که به مرور زمان صمیمیت بینشون کاهش پیدا کنه. پس دومین عاملی که باعث میشه صمیمیت بین زوجین افزایش پیدا کنه احترام هست. سومین عاملی که باعث افزایش صمیمیت بین زوجین میشه بیان کلامی احساسات هست. ببینید دوستان، شما دو نفری رو در نظر بگیرید که مهربونن، به هم احترام میذارن، اما احساساتشون رو بیان نمی کنن. خب این باعث میشه که به مرور زمان صمیمیت بینشون کاهش پیدا کنه. پس سومین عاملی که باعث میشه صمیمیت بین زوج افزایش پیدا کنه بیان کلامی احساسات هست. خب چهارمین عاملی که باعث میشه صمیمیت بین زوج افزایش پیدا کنه کمیت زمان هست. باز شما دو نفری رو در نظر بگیرید که مهربونند، به هم احترام میذارن، احساساتشون رو هم بیان میکنند، اما برای همدیگه وقت نمیگذارن. حالا ماهی یک بار، 6 ماهی یک بار یا سالی یک بار همدیگر رو ببینن. خب این باعث میشه که به مرور زمان صمیمیت بینشون کاهش پیدا کنه. ببینید دوستان، زمان بهترین هدیه هست که زوجین میتونن به همدیگه بدن. حالا این کمیت زمان لازم هست اما کافی نیست. این زمان باید کیفیت داشته باشه. یعنی مثلا این 5 ساعتی که زوج برای همدیگه وقت گذاشتن، آیا با همدیگه حرف میزنن؟ آیا با همدیگه گفتگو میکنن؟ یا اینکه بیشتر حرفاشون نیش و کنایه است؟ خب پس عاملی که باعث میشه صمیمیت بین زوج افزایش پیدا کنه کیفیت زمان هست. عامل بعدی که باعث افزایش صمیمیت بین زوجین میشه علایق مشترک است. حالا این زمانی کیفیت داره که این زوج به یک فعالیت مشترک بپردازن. حالا این فعالیت مشترک باعث میشه که این زوج با همدیگه گفتگو کنن، با همدیگه تایم بگذرونن. پس علایق مشترک یکی از عواملی هست که صمیمیت باعث میشه صمیمیت افزایش پیدا کنه. عامل بعدی که باعث افزایش صمیمیت بین زوجین میشه شوخ طبعیه. ببینید دوستان،
رابطه ما با دوستانمون چرا صمیمانه هست؟ چون وقتی که ما به دوستانمون میرسیم میگیم، میخندیم، در واقع اون کودک درونمون رو آزاد میکنیم. پس شوخ طبعی یکی از عواملی هست که صمیمیت رو افزایش میده. شوخ طبعی یعنی این که با هم بخندیم، نه اینکه به هم بخندیم. عامل بعدی که باعث افزایش صمیمیت بین زوجین میشه پذیرش نامشروط هست. ببینید دوستان، رابطه ما با دوستانمون یه ویژگی دیگه‌ای که داره اینه که دوستانمون ما رو همونطور که هستیم قبول دارن، سعی نمی کنن که ما رو عوض کنن. پس عاملی که باعث افزایش صمیمیت بین زوجین میشه پذیرش نامشروط هست. یعنی زوجین باید همونطور که هستن همدیگر رو قبول داشته باشن، سعی نکنن همدیگر رو عوض کنن. عامل بعدی که باعث افزایش صمیمیت بین زوجین میشه احترام به استقلال هست. ما اگه کسی رو دوست داریم باید به استقلالش احترام بذاریم. پس احترام به استقلال طرف مقابل صمیمیت افزاست، باعث میشه صمیمیت افزایش پیدا کنه. عامل بعدی که باعث افزایش صمیمیت بین زوجین میشه توجه است. توجه صمیمیت افزاست و بی‌توجهی باعث میشه که صمیمیت کاهش پیدا کنه. ببینید دوستان، توجه از جنس شعار نیست، از جنس عمله. اگه بخوام توجه رو تعریف کنم، توجه یعنی تلاش عملی برای پاسخ به نیازهای طرف مقابل. پس توجه صمیمیت افزاست، باعث میشه که صمیمیت بین زوج افزایش پیدا کنه. عامل بعدی که باعث افزایش صمیمیت بین زوجین میشه همدلی هستش. همدلی یعنی این که من با چشمهای طرف مقابل ببینم، با گوشهای طرف مقابل بشنوم، با قلب طرف مقابل احساس کنم. به طور کلی همدلی یعنی این که من خودم رو جای طرف مقابل بگذارم. خب دوستان، این 11 فاکتور باعث افزایش صمیمیت بین زوجین میشن. حالا فردی که این 11 ظرفیت یا این 11 توانایی رو داره، ما بهش میگیم که این فرد ظرفیت صمیمیت رو داره. خب دوستان، امیدوارم که این ویدیو مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اگه دوست دارین که در جریان ویدیوهایی که ساخته میشه قرار بگیرید، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت بگذارید. از اینکه تا پایان ویدیو همراه من بودید ممنون و سپاسگزارم. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.